سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال آموزشی ما. درس 50 است از سلسله درس‌های انگلیسی در 99 روز. Hello dear friends and welcome to our channel. Today lesson 50 from English 99 days 100 English phrases for tourists part 4. امروز قسمت چهارمی یا بخش چهارمی همون 100 عباره انگلیسی برای سیاحان است. خب میرویم کجا میرویم؟ خب یک عباره 31. Could you write it down on paper? Could you write it down on paper? میتوانید آن را در بالای این کاغذ نویسید. یعنی در اینجا it down آمد، down پایان را میگن، اما در یک جایی مثلا write it down نوشتن رو میگن، یعنی در بالای یگان چیز مثلا نوشتن، در بالای کاغذ مثلا دفتر نوشتن. و این paper رو میتونیم جورش عوض کنیم. could you write it مثلا could you write it down here مثلا، یعنی اون دیگه نمیاریم، میگیم که could you write it down here. میتونید اون رو در اینجا نویسید. مثلا یک دفتر در دست ما هست، یک کاغذ از یک نفر خواهش میکنیم، میگیم could you write it down here. Could you write it down here. میتونید این رو در اینجا نویسین. یا مثلا در جای paper مثلا میتونیم بگیم که could you write it down on blackboard. یعنی میتونید رو در تخته صنفی نویسین مثلا. یا اگر بگیم که در اونجا نویسین، به سوی معلم مثلا مراجعه کنیم، میگیم could you write it down there. Could you write it down there. میتونید اون رو در اونجا نویسین. خب عباره 32. What does this word mean? What does this word mean? این کلمه چی معنا دارد؟ What does this word mean? این کلمه چی معنا دارد؟ خب اگر this رو عوض کنیم، مثلا ببینیم چند کلمه هست، میگیم که What do these words mean? خب این اگر عوض کردیم، this عوض کردیم، البته فعل یاری دهنده هم تغییر می‌یابد و word شکل جمع میگیرد، words میشود. یا اینکه مثلا this نمیگیم و میگیم که what does that word mean. اون کلمه چی معنا دارد؟ یعنی this اینجا این و that اون برای یک کمی دورتر. خب عباره 33. I'm hungry. من گرسنه هستم. عباره 34. I'm thirsty. من تشنه هستم. خب عباره 35 رو بگیم. But I'm cold. من خنک خورده ایستادم. یعنی من احساس خنکی را دارم، یا که خنک خورده ایستادم. جایی که خط کشیدگی میتونیم بگیم که I'm a doctor. من پزشک هستم، دکتر هستم. I'm an engineer. من مثلا مهندس هستم. I'm a student. من دانشجو هستم. خب در جای اینها میتونیم که دیگر کلمه ها را بیاریم استفاده کنیم. عباره 36. I'm feeling sick. من احساسی درد دارم، یا که بیماری دارم. مثلا در تاجیکی نمیگیم من احساسی درد دارم یا احساسی بیماری دارم، میگیم که من بیمار هستم. I'm feeling sick. من بیمار هستم. خب در این جای sick میتوانیم دیگه کلمه بیاریم به مانند کلمه bad. I'm feeling bad. مثلا یک نفر از ما میپرسد که خودت چخیلی احساس کردی؟ میگیم که I'm feeling bad. من خودم بد احساس کردم. من خودم بد احساس کردم. یا که مثلا بگیم که خوب خودت احساس کردی، از دیروزه امروز بهتر احساس کردی، میگیم که I'm feeling better یعنی بهتر. better یعنی بهتر، هر دوش بگیم نزدیکی دارد قریب. I'm feeling better. من خودم بهتر احساس کردم، بهتر حس کردم. خب این در تاجیکی هست. وقتی بیمار خبرگیری میده، میگیم که خودت چه احساس کردی، خودت چه حس کردی، میگم من خوبتر حس کردم، ایدی نگینده خوبتر حس کردم. خب اگر ایدی نگینده بگیم I am feeling better than yesterday. I am feeling better
than yesterday. من خما نسبت به دیروز امروز بهتر حس کردم، بهتر احساس کردم مثلا. خب عباره 37 how do you use this word. how do you use this word. خب این کلمه رو چگونه استفاده میبره؟ این کلمه رو چگونه استفاده میبره؟ مثلا یک کلمه هست که ما نمیدونیم اون رو چه استفاده میکنیم مثلا در جمله. خب مثال بگیرم کلمه cold. cold خنک میشود. یکم بار کلمه cold رو میبینه میگه خنک. بعدن از همون یک امریکایی یا که از همون یک کسی که انگلیسی رو میدوند میگه که how do you use this word. 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 یعنی این کلمه چگونه استفاده میشود. بعد میگه که for example I'm cold. for example I'm cold. میگه که مثلا من خنک خورده هستم. I'm cold. من خنک خورده هستم. یعنی وقتی که کلمه را نمیدونیم که چگونه استفاده میشود همین خیلی سوال میکنیم. اگر کلمه را نداریم که چی معنا دارد میگیم what does this word mean. what does this word mean. این کلمه چی معنا دارد. اما در جای word میتوانیم دیگه چیزا بمونیم. مثلا how do you use this computer. این کامپیوتر چگونه استفاده برده می شود؟ چه خیلی استفاده برده می شود؟ how do you use this mobile. این تلفن چگونه استفاده برده می شود؟ چه خیلی استفادهش کنیم مثلا؟ چه خیلی کار کنیم با این مثلا؟ یا مثلا how do you use this machine مثلا. خب یک ماشین لباسشویی مثلا استفاده برداشت نمیتونم بگم که how do you use this machine. how do you use this machine. یعنی این ماشین همون لباسشویی مثلا. حالا ماشین لباسشویی مثلا انیق نمیدونم که چه تلفظ کرده میشود اما همین ماشین ها را همش ماشین میگن. خب در جای اون دیگر هر کلمه‌ای که برای شما لازم است میتونین استفاده کنید. مثلا how do you use this bicycle مثلا. این دوچرخه چگونه استفاده برده میشود؟ مثلا دوچرخه است که زمانوی هست بگیم نوبرآمد است با باتری و دیگر بگیم how do you use this bicycle. این دوچرخه چگونه استفاده میشود؟ استفاده برده میشود. این ولاسیپد چگونه استفاده برده میشود؟ خب عباره 38 did I say it correctly. did I say it correctly. did I say it correctly. آیا من این رو درست تلفظ کردم؟ آیا من این رو درست تلفظ کردم؟ مثلا میگیم کلمه cold. cold یا که word. میگیم که word. did I say it correctly. did I say it correctly. آیا من این رو درست تلفظ کردم؟ طوری گفتمش مثلا correctly. یا مثلا در جای correctly میگم که did I say it wrong. did I say it wrong. یا من خطا تلفظ کردم، خطا گفتمش مثلا. خب جمله عباره 39 what time is it. what time is it. what time is it. ساعت چند است؟ what time is it یعنی ساعت نمیپرسیم که ساعت چند است. what time is it. what time is it. what time is it. ساعت چند است. در جای این is it میتونیم دیگه کلمه یا دیگه عباره را نیز اضافه کنیم. مثلا what time do you get up. what time do you get up. تو ساعت چند میخیزی؟ what time do you go. تو ساعت چند میروی؟ what time do you come. تو ساعت چند میبیوی؟ what time do you eat breakfast. صبحانه رو ساعت چند میخوری؟ خب از همون جای is it دیگر ما میتونیم دیگه کلمه رو اضافه کنیم. و عباره 40 برای درس امروزه this food is amazing. this food is amazing. این طعام عجایبات است. این طعام بهترین طعام است. یا اگر مثلا بگیم که بامزه است this food is yummy. this food is yummy. این طعام با لذت است، با مزه است. یا که مثلا tasty. اگر خطا نکنم tasty. this food is tasty. this food is tasty. این طعام با مزه است، با لذت است. خب با همین شکل الکی ما و شما از 10 عباره نه شاید که یکون 23 عباره گرفتیم. یعنی از هر یک خط کشیدگی با چند مثال دیگه آوردیم. خب اینجا میرسیم به پایان درس امروزه. لطفاً ابونه نشده باشین، ابونه شوین و لایک موندن فراموش نکنین. این دستگیری شما برای ما است و ما هم لایک های شما را میبینیم، تماشای شما را میبینیم، باز درس های بهتر خوبتر آماده میکنیم. تا درس های نوبتی خدا نگهدار. See you next class. Goodbye.